تو جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مجمع تاریخی و فرهنگی استقلال پورا از تعمیر کاپیتالی برآورده می شود. حالا کارهای تعمیر و ترمیم در این مجمع با جلب یک گروه ساختمانچیان آغاز شده است. در این باره بختیار قاسموف سردار ریاست فرهنگی ولایت سوخت ضمن نشستی خبری به روزنامه‌نگاران اطلاع داد و تاکید کرد که حالا در مجمع تاریخی و فرهنگی استقلال مشکلی تکنیکی به میان آمده است و آن از طرف متخصصان برطرف شده ایستاده است. بختیار قاسموف گفت که برای از تعمیر کاپیتالی برآوردن مجمع چقدر مبلغ جدا شده است دقیق نیست، زیرا نقشه مالیوی تعمیر مجمع بر ذمه اداره ساختمانی ولایت بوده. مبلغ گذاری آن نیز پورا از جانب آنها صورت میگیرد. نقشه مالیویش نه، ما که ولی میکنم اونجا ارکیتکتورها هستن، یعنی ارکیتکتورها رفته پیشنهاد میکنم یعنی شورای شهرسازی است، شورای شهرسازی آن را تصدیق میکند. بعد اون با ساختمانچی‌ها کار را آغاز میکنند. سمیت کرده شدگی آنها خودشون میکنند، ما فقط ما قبول میکنیم. چیزی البته ممکن است حتی بهتر شود، برای سنگ‌هاش هم از تو سنگ‌هاش نمی‌کنیم. باید گفت که حالت خراب مجمع تاریخی و فرهنگی استقلال چند پیش در شبکه‌های اجتماعی و گروهی از روزنامه‌نگاران نیز زیر تنقید قرار گرفته بود، زیرا سفالک‌های اکثریت داخلی این مجمع قسماً شکسته نابود شدند و به تعمیر و از نوسازی احتیاج دارد. بختیار قاسموف تاکید کرد که انشاءات ساحه فرهنگ در 5 سال یک مرتبه از تعمیر کاپیتالی برآورده می شود. از این سبب کارهای ساختمانی و برطرف کنی مجمع تاریخی نیز سری وقت اجرا کرده نشد و تعمیر آن در سال جاری به نقشه گرفته شده روزهای نزدیک به انجام می رسد. تو اون دومی که من می‌دونم پرابلم‌هاش اون بود که اون از اون که در تخمه است از اونجا آب می‌گذشت، از همون پرابلم‌های تکنیکیشه خیلی کنن که بعد صاف کردن مبلغ‌های من فکر می‌کنم که خیلی کلان باز تعمیر دوباره نشود. اون حاضر از طرف انجینیران ایده شده ایستادن و فکر می‌کنیم که البته تا 30 سال ریاست فرهنگی ولایت سوخت از فعالیت 6 ماهه خود به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. در نشست خبری ساحه فرهنگ مسئله‌های مشکلات نارسایی کتابخانه در برخی از ناحیه‌های دوردستی ولایت، فعالیت مؤسسه‌های فرهنگی، کارشایم گردیدن اتراکسیون و چرخ و فلک‌های چندی از باغ‌های استراحتی و کم بودن اسباب‌های موسیقی در مؤسسه‌های فرهنگی شهرهای خوجند، کانیبادان و بستان از جانب روزنامه‌نگاران مورد بحث و بررسی قرار داده شد. همچنین از جانب روزنامه‌نگاران مسئله بنیادی قصر فرهنگ در شهر خوجند که چند سال پیش در قفای دانشگاه دولتی خوجند سنگ اساس گذاشته شده بود و سردار ریاست فرهنگی ولایت پیشنهاد گردید. بختیار قاسموف در پاسخ گفت که آغاز نشدن ساختمان قصر فرهنگ یک چند سبب ها دارد و تاکید کرد که کی ساختمان قصر آغاز می شود معلوم نیست و بنیادی آن نیز دوام 2-3 سال اخیر حالا به نقشه گرفته نشده است. خوب میشد که اگر همین قصر اگر پشت شود و اون موافق نقشه لایحه همون دولت باید 2,500 یا 2,000 نفر باشد که تا 3,000 حتی ایستاده بودن. اگر شود هم چکمی وای بسیارتر وای می شود پوشانده می شود، چکمی همون شخصانی که صاحبکارانی که با شو بیزنس مشغولند و این چنین ما میتونیم وای چاربینی خیلی کلان که در باد و هوا زمان مسئولیت باشد ما چاربینی‌های کلان رو در سریال می‌گذاریم. اگر که باران شود در یاد خاطر داریدتان که چند مرتبه دیگر مانده شده بود برای وقوع آفت‌های طبیعت هست و اگر آنجایی که پوشیده باشد و مانیتورهای کلان داشته باشیم ما نترسیده البته روزش ساعتش معین کرده این که چاربینی‌ها رو گذارنده می‌توانیم. البته داشتن این قصر برای هر یک شهر این یک فخر است. در ولایت سوخت 716 مؤسسه‌های فرهنگی فراغتی از جمله هنرهای مردمی، کتابخانه‌ها، تئاترهای کسبی، کالج‌های فرهنگی، مکتب‌های موسیقی، رسامی، صنعت، مؤسسه‌های طبع و نشر و 62 انسامبل‌ها فعالیت می‌کند. از این شماره 8 بینای فرهنگ در حالت صدموی قرار داشته، 109 بینا تعمیر طلب می‌باشد. به جز این موجود نبودن بیناهای مأموری، شهادتنامه‌های تکنیکی، سرتیفیکاتی حقوق استفاده بری زمین و دیگر اسناد ضروری مشکلات اساسی مؤسسه‌های فرهنگی ولایت محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.